همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. امروز با دوستم آمدم به صوفی آباد نوعه ششم و دقیقاً در کارته امین یک کوچه 14. در اینجا یک منزلیه و قراره بفروشن. گفتم خیلی خوب میشه از یک گزارش تهیه کنم کسانی که دوست دارن خانه بخرن و یا که قیمت‌های خانه را در این محیط متوجه شون، خیلی میتونه معلومات دهی باشه. با ما باشین تا این خانه را به تصویر بکشیم. خب همراهان عزیز، طبق معلوماتی که از صاحب خانه گرفتم، دقیقاً زیربنای از 120 متر که 20 متر به جاده رفته و دقیقاً 100 متری و ساختمان بالا شده. این دروازه‌ای که همین اکنون شما می‌بینید دروازه‌ای که داخل و بیرون میشیم و در یک قسمت دیگه یک دروازه کلانی داره برای پارکینگ موتر و اینا، در کل یعنی پارکینگی و در این قسمت ما کوشش میکنم این ساختمان از 0 تا 100 به شما به تصویر بکشم. این دروازه پارکینگی اونه که طبقی که به تصویر میبینیم دقیقاً یک دو تا موتر داخل از پارکینگ از جای میشه. همینطور که داخل میشیم در قسمت اول یک دهلیزی داره که طبقی که به تصویر میبینیم دو تا قالین 12 متره میخوره و در روبروی ما آشپزخانه بزرگی داره. خیلی خوب میشه که کلی آشپزخانه رو تصویر بکشیم. سنگ اوپن، الموری، تمام چیزهای واقعا منظم آماده و همچنین در این قسمتی یک اتاق داره، اتاقی 16 متری بسیار منظم. در اون قسمت یک پنجره‌گکی داره که از بیرون نور میگیره و در قسمت بالای و بازم پنجره‌گک بعدیه که از طریق آشپزخانه نور میگیره. خب سه نور هم داره، 16 متره. این طبقه اولیونه و در قسمت بعدی ازی که هسته طبقی که شما تصویر میبینین سنگیه که دست و صورت اینا شسته میشه و در این قسمت حمامه، اگر اشتباه نکنم خیلی عالی حمام هست. و همینطور که بیرون میشیم از این دهلیزی اول که هسته وقتی بیرون شویم در این قسمت تشناب سرویس بداشتی میریم آهسته به منزل بعدی. ببینیم که به طبقه دوم یا منزل دوم چند خانه داره، دهلیزی چند متری داره. دقیقاً رسیدیم به منزل دومی از این خانه. طبقی که ما شما به تصویر میبینیم دقیقاً در اینجا خانه 24 متره اگر اشتباه نکنم. طبق معلوماتی که دادن این خانه دقیقاً در قسمتی بالای پارکینگ قرار داره که 24 متره می باشه. پنجره‌گکای داره از طرف خود جاده عمومی که خب صحیح اتاق روشن هم هست و فضا را خیلی عالی و منظم میتونیم ببینیم. و این هم مثل طبقه اول در این قسمت دهلیزی داره که دقیقاً این دهلیز هم همو دو تا قالین 12 متره میخوره و بازم آشپزخانه بزرگی داره با یک دکوراسیون کمی متفاوت تر، سنگ اوپن، پنجره، الموری و تمام چیزهایی که در آشپزخانه نیاز هست طبقی که به تصویر میبینیم هست. و در این قسمت هم یک اتاقی 3x4 دقیقاً که استفاده 3x4 و در کنار خود یک الموری هم داره برای اشیا و کالاهایی که ضرورت باشه. الموری کلانیه که کم پهلو و چیزا رو میشه داخل زیپ بگذارن. و این هم یک پنجره داره که از بیرون نور داده به داخل اتاق. ببینیم که دیگه داخل زی دهلیز چی است. دقیقاً این هم مکانی وسیع‌تری برای شستن دست و صورت اینو مد نظر گرفته شده و در این قسمت که است حمام و عین شکل در این قسمت
نورگیره که از پشت بام طبیعتا نورگیر جور شده به خاطر از اینکه کل فضا را روشن بسازه. همچنان در اون قسمت پنجره که از اتاقی که اول با شما به تصویر کشیدم، از اون اتاق به داخل دهلیز بازم روشنایی میندازه. سقفی هم طبقی که شما به تصویر میبینیم بسیار یک دیکور مقبولی کار شده. سیستم برق و آب و همه چیزا هم که من معلومات گرفتم همه چیز عالیه. زنگ دروازه، آیفون، کل چیز هست. و دقیقا در ادامه بیرون میشیم و این هم مثل طبقه اول سرویس بهداشتی هست، تشنابی و دقیقا منظم و همچنان داخل تشنابی یک پنجره داره که از طریق نورگیر باز به داخل تشنابم روشنایی بندازم. خود ما طبق معلوماتی که با ما دادن گفتن که 2.5 طبقه، پس ما دیگه آهسته آهسته به سمت نیم طبقه میریم، یعنی به طبقه آخری. و که طبقی که به تصویر میبینیم فقط یک اتاق اینجا هست، اتاقی 24 متره، خیلی اتاقی عالی مقبولی، مثل اتاق پایین دقیقاً پنجره از طرف جاده، فضا را میتونی بسیار منظم ببینین، بسیار روشن. و جالب از اینه که از پشت بام هم یک پنجره دیگه داره، یعنی خیلی روشن منظم. طبقی که به تصویر میبینین این قسمتیه که پشت بام نشان میده. پشت بام هم که میبینیم مزایک کار شده و هم به تصویر میکشیم. حالی سقفی اتاق هم وقتی مشاهده میکنیم خود به یک دیکوری بسیار منظمی کار شده، رنگ آمیزی شده. یکی از جذابیت های از این اتاق ها فقط همینه که پنجره های از اینا واقعا فضای بیرون کلن به تصویر میکشه و حس خوبی به آدم میده. ببینیم که در بیرون از دیگه چی هست. اینا دیگه به اصطلاح شاید میمان خانه باشه. ما میریم پشت بام یا اینجا دروازه که داره، دروازه رو باز میکنیم. هوای هراجان هم بارانیه. در قسمت نخست بام سرویس بهداشتیه برای مهمانی که اینجا هسته مد نظر گرفته شده. در قسمت نورگیریه که به پایان به شما نشان دادم که دهلیزها و اینا را نور میداد، روشنایی میداد توسط از نورگیر بود. و دقیقاً بالای بام هم که هسته مزایک کار شده و به اصطلاح هراتیا مهتابی هم شده مقبول. و همچنان به بالای بام به خاطر از اینکه بیشتری وقتا با بالای بام لباس اینا میشورن، لباس شویی اینا صورت میگیره، اینجا یک نلی آبی هم آوردن و تمام ضروریاتی که یک فامیل نیاز داشته باشه فکر کنم داخل از خانه، داخل از سرا هست. طبقی که قبلا به شما گفتم دقیقاً این خانه زیربنای و 120 متر که 20 متر به جاده رفته و دقیقاً 100 متر ساختمان روی ساخته شده. معلومات گرفتم، قیمتی را هم به شما بیننده‌های عزیز که قیمتی رو گفتن 35 لک افغانی می باشه. دیگه هرات جرامت حتما دارن ولی در کل با ما گفتن 35 لک افغانی قیمتی از سرا می باشه. برقی و آبی و چای و تمام چیزی منظمه. موقعیتی هم موقعیت خوبیه، صوفی آباد ناحیه ششم، کارته امین 1. دیگه کوشش میکنم همو آدرس و شماره تماس صاحب سرا هم در جیزی گزارش بکنیم. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی شما رو به خداوند رحیم و کریم میسپارم. بدرود.